دلربا 7 سال پیش در 16 سالگی با جوانی چند سال بزرگتر از خود ازدواج کرد. از بس که زندگی نه با پدراندر و نه در خانه تقایش آسان نبود، او فکر کرد که با ازدواج از این مشکلی رها می شود، اما ازدواجی بر محل دیر دوام نکرد. 2017 تا 2019 را زندگی کردم. شوهرم عذاب انداز. مثال ها خطی فرزندم در بدرم. هم میخوام که همین مادر را خواهش میکنم که هرگز فرزند خود را از تنه خود جدا نکنیم، که در سر فرزند هر چی می آید، برای که اگر مادر از تنه فرزند جدا شود، وقتی که مادر فکر فرزند نکرد، فکر او را هیچ کس نمیکنه با فکر من. دلربا تا صنف 7 در مکتب اینترنت تحصیل کرده است. همسنفانش صنف 11 بودند که دلربا پسر به دنیا آورد. از آن افسوس میخورد که نتوانست مکتب را ختم کند و صاحب هنری شود. ممکن است مرا از اینترنت مادرم نمیگرفت. ممکن من مثال از کارگر دولت شده بودم. اونجا خودم میتونستم خونده پوشونده همه چی من میتونستم. احاز که خوندگی نیستم، عذاب میکشم. در تاجیکستان ازدواج از 18 سالگی اجازت است، اما در حالتهای استثنایی با اجازه دادگاه در 17 سالگی ممکن است. بنا به آمار رسمی، تنها در سال 2022 در تاجیکستان بیش از 4000 نابالغ با رضایت دادگاه ها ازدواج کردند. آمار را وکالتدار حقوق انسان نشر کرده است. خیلی زیاد است و این گفتیم که همیشه من همین سازمان‌های بین‌المللی، تشکیلات‌های غیر دولتی خودی موقع وکالتدار رو به حقوق انسان همین است که ما باید که همین معیار را کم نکنیم، باید که از همین 18 باشد، باید که مرحله به مرحله به همین به همین تغییرات‌های قانونگذاری وارد کرده شود که همین گونه کم کردن باید که از قانونگذاری برآورده شود. حامیان حقوق ازدواج‌های برمحل را نقض حقوق دختران نورس ارزیابی کرده میگویند آنها از تحصیل و فعالیت و رشد در کنار میمانند. زن اومد، دخترک قریب 17 ساله بود. ما زن رو فهموندم، گفتم که اپا همین دخترک رو شوهر میگه کودک است، بعد 1 سال در سر شما میشود. من فهموندم این سالی به بلاغت رسید، با دخترتون دوگانه شوید، صحبت ها گذارید، راضی نشدن و دخترک رو به شوهر دادم. بعد از 1 سال 6 ماه همون زن با همون دختر با همون نیورش باز نزد من اومد، گفت که اپا همین درست گفته بدهی، من از دخترم جدا شد با 1 فرزند الکی که دخترک اویلش ویران شد. در تاجیکستان سال 2010 سن ازدواج 1 سال بالا برده شد و جوانان از 18 سالگی حق برپا کردن اویله را به دست آوردند. ولی با این وجود در برخی از منطقه‌های تاجیکستان تلاش می‌کنند که دختر نورس را هر چه زودتر به قبل والدین و خانه بخت گسیل کنند. به خانه‌ای که دختران نورس از آن اکثرا بدبخت برمیگردند.